90% مشتریای این مدل رو میپسندن، پس بیا تا بهت یادش بدم. مربع جلوی سر رو به اندازه 8 انگشت و کنار سرها رو به اندازه 4 انگشت جدا میکنیم. تیجی میزنیم. کامل شونه کشی میکنیم. فیکساتور میزنیم و دوباره شونه کشی. با یه گیره فلزی موقتا نگهش میدارم و طرف دیگه موها رو هم همین کار رو انجام میدم. حالا دو طرف موها رو وسط سر با یک کش جلگیس محکم میبندم و از داخل حفره‌ای که ایجاد شده ردش میکنم. 4 انگشت از موهای جلوی سر رو جدا میکنم و یه فرق وسط میگیرم. داخلش رو پوش میدم، تیجی میزنم، شونه کشیش میکنم و کنار کش سنجاق میزنم. برای طرف مقابلم همین کارو میکنم. موهای باقی مونده رو هم لایه لایه پوش میدیم تا کش و سنجاقای پشت سرمون رو باهاش بپوشونیم. من برای زیباتر شدن کارم پایین موها رو کرلی اروپایی کردم.